my room. Clean it up, Tay. This is my class, Rodriguez. Just some weld. Thank you. You with me, and you will suffer my wrath. داستان با جاناتان شیل آغاز می شود، یک مزدور بسیار آموزش دیده و عملیاتی و نظامی سابق که از یک مأموریت همراه با تیم نخبه‌اش کناره‌گیری می کند. آنها مأموریت را با موفقیت به پایان می رسانند، اما مدت کوتاهی پس از آن چیز نگران کننده‌ای کشف می کنند. عملیاتی که انجام داده بودند در واقع غیر مجاز بود. این موضوع برایشان شوکه کننده است و در نتیجه این افشاگری همه آنها از خدمت اخراج می شوند. بدون مأموریت و بدون دستوراتی برای دنبال کردن، اعضای تیم راهشان را از هم جدا می کنند. شیل که حالا بیکار شده تصمیم میگیرد به خانه اش در مایامو بازگردد تا استراحت کند و برای آینده اش برنامه ریزی کند. Just wait. Something'll come along. صحنه به شهر آفتابی و پر جنب و جوش مایامی تغییر می کند. دوربین به آرامی روی جین هاتسکو زوم می کند، یک معلم دبیرستان پرشور و دلسوز. جین در حال برگزاری کلاس است، کاملا با دانش آموزانش صمیمی و متعهد به کمک و یادگیری آنهاست. اما فضای آرام کلاس به سرعت با بروز هرج و مرج در محوطه مدرسه شکسته می شود. یک درگیری وحشیانه بین دانش آموزان رخ می دهد و به زودی مشخص می شود که این یک دعوای تصادفی نیست. کل صحنه به نظر می رسد که از قبل برنامه ریزی شده بود تا یک دانش آموز خاص را هدف قرار دهد. جین و معلم دیگری به نام آقای شرمن برای متوقف کردن این دعوا به سرعت وارد عمل می شوند. با وجود خطر، آنها موفق می شوند دعوا را متوقف کنند و از دانش آموزی که مورد حمله قرار گرفته محافظت کنند. به طور شگفت آوری، دانش آموزی که نجات داده اند ادعا می کند که نیازی به کمک نداشته است. مشخص است که او سعی می کند از اینکه بعداً ضعیف خطاب شود اجتناب کند. پس از دعوا، جین سعی می کند با دانش آموزی که مسئول همه چیز بوده، خوان لوکاس، صحبت کند. خوان یک دردسرساز معمولی نیست. او رهبر ترسناک یک باند به نام پادشاهان تخریب یا به اختصار KOD است. با لحنی محترمانه اما مهربان، جین سعی می کند با او ارتباط برقرار کند. او مانند یک مادر نگران صحبت می کند. او را تشویق می کند تا به آیندهش فکر کند و انتخاب‌های بهتری داشته باشد. I need you to look at me for 2 minutes. اما خوان اهمیتی نمی دهد. او با چشمان سرد به او نگاه می کند، او را مسخره می کند و با هشداری او را تهدید می کند. سپس او می رود و مشخص می کند که هیچ قصدی به گوش دادن ندارد. هنوز متزلزل اما مصمم، جین و آقای شرمن مستقیما به سراغ مدیر کلاد رولی می روند تا آنچه اتفاق افتاده را گزارش دهند. You mean he didn't say he was going to stab me with a kitchen knife at 4:15 p.m. No, he didn't say that. اما مدیر نگرانی‌های آنها را رد می کند و می گوید شواهد کافی برای اخراج خوان وجود ندارد. جین به وضوح عصبانی می شود و از دفتر بیرون می رود. به مدیر می گوید که شواهدی که او نیاز دارد را به دست خواهد آورد. وقتی جین بعد از مدرسه به ماشینش می رسد، متوجه می شود که توسط اعضای باند KOD احاطه شده است. سوراخ کلید ماشین با چیزی که به نظر آدامس می رسد بسته شده و داخل شدن به ماشین را برایش دشوار کرده است. اعضای باند او را مسخره می کنند و با توهین‌هایشان او را اذیت می کنند، در حالی که او با کلیدهایش کلنجار می رود. خوان با دستش علامتی به او می دهد، اما جین از ترسیدن امتناع می کند. او به جرأت همان علامت را به او برمیگرداند، اما برعکس به عنوان نوعی سرپیچی. سرانجام او موفق می شود در ماشینش را باز کند و دور می شود، در حالی که باند همچنان فریادهای توهین آمیز را پشت سرش ادامه می دهد. وقتی جین به خانه می رسد، از دیدن شیل که آنجا منتظرش است، خیالش راحت می شود. او به سمت آغوش او می داد. او پس از مدتها دوری از دیدن شیل هم خوشحال است و هم احساس آرامش می کند.
شیل توضیح می‌دهد که از وظایف نظامیش مرخص شده است. آنها می‌خندند و درباره آینده صحبت می‌کنند، کنجکاو که حالا که او دیگر در خدمت نیست چه خواهد کرد. مدت کوتاهی بعد شیل پیامی صوتی از یکی از همتیمی‌های قدیمیش دریافت می‌کند. یک پیشنهاد شغلی احتمالی وجود دارد که می‌تواند به او کمک کند مقداری پول در بیاورد. آنها در یک استریپ کلاب ملاقات می‌کنند تا درباره آن صحبت کنند. جویی، یکی از همتیمی‌های مورد اعتمادش، او را ترغیب می‌کند که این فرصت را در نظر بگیرد. آنها شیل را به مشتری و به رقیبی به نام جان جنس معرفی می‌کنند. جنس بعداً معلوم می‌شود مرد خطرناکی است که سعی می‌کند شیل را بکشد. شیل به سرعت متوجه می شود که این شغل شامل محافظت از محمولات مواد مخدر و ایمن نگه داشتن آنها از باندهای رقیب و دخالت دولت است. این نوع کار با شیل سازگار نیست. او مردی با اصول است و از مشارکت در هر چیز غیرقانونی امتناع می کند. We're looking for trained soldiers who can guarantee the shipments. So what you're looking for is a crew to protect your drug shipments. او با اثبات اینکه یک قاتل با یک سرباز متفاوت است، پیشنهاد را رد می کند. بنابراین جنس به جای او پیشنهاد را میپذیرد. صبح روز بعد جین تصمیم میگیرد نزدیک ساحل بدود. او نمیداند که کسی از باند KOD منتظرش است. وقتی از کنار او میدود، او ناگهان به او ضربه میزند، زانویش را میشکند و حمله وحشیانه را آغاز میکند. خوشبختانه شیل نزدیک است. او سر و صدا را میشنود و برای نجات او میدود. موفق میشود مهاجم را فراری دهد. او به سرعت جین را برای درمان به بیمارستان میبرد. در حالی که جین در حال بهبودی است، جین شک‌هایش را با شیل در میان میگذارد. او معتقد است که حمله برنامه ریزی شده بود و احتمالاً کسی از مدرسه در آن دخیل بود. او از شیل می‌خواهد که در مورد غیبت او در مدرسه برای چند روز آینده کاری کند و از او می‌خواهد که چند تماس برایش بگیرد. با دیدن اینکه چقدر عمیقاً صدمه دیده و ترسیده، شیل قول می‌دهد که اجازه ندهد چیزی برای او اتفاق بیفتد و هر کس این کار را کرده تقاص کارش را پس خواهد داد. شیل جین را برای استراحت رها کرد و تصمیم گرفت مخفیانه به جای او تدریس کند. مصمم به پیدا کردن اینکه چه کسی پشت همه چیز است و آنها را به عدالت برساند، شیل شروع به آماده شدن برای مأموریت جدیدش می شود. او و تیمش برنامه‌ای برای نفوذ به مدرسه طراحی می‌کنند. برای مخفی کردن هویت و ارتباطش با جین، او نام جدیدی به خود می‌گیرد، جیمز اسمیت. با استفاده از این نام مستعار، او درخواست شغلی به مدرسه ارائه می‌دهد و به زودی برای مصاحبه دعوت می‌شود. My name's Smith. I'm her substitute. I'm the principal. در طول مصاحبه مدیر به نظر دوستانه و خوشامدگو می‌آید. او به آقای اسمیت می‌گوید که برای مدت کوتاهی در دوره آزمایشی خواهد بود. اسمیت به مدیر اطمینان می‌دهد که تمام تلاشش را برای جایگزینی جین خواهد کرد. اگرچه به نظر آرام و حرفه‌ای می‌آید، اسمیت روی هدف مخفیش متمرکز است: پیدا کردن افرادی که مسئول حمله به جین هستند و افشای هر گونه فساد در داخل مدرسه. در اولین روز تدریس، اسمیت وارد کلاسی پر از دانش آموزان بی احترام و پر هرج و مرج می شود. اتاق پر سر و صدا و کاملا بی نظم است، اما اسمیت اجازه نمی دهد این موضوع او را متزلزل کند. Good morning, class. I will be Miss Hetzko's substitute for the next few days. او با آرامش به جلوی کلاس می رود و شروع به حضور و غیاب می کند. در حالی که دانش آموزان را مشاهده می کند، شروع به درک مشکلات داخل مدرسه می کند. بسیاری از دانش آموزان به یادگیری اهمیتی نمی دهند و انضباط به هیچ وجه دیده نمی شود. بعداً در اتاق استراحت کارکنان، اسمیت دوباره با آقای شرمن ملاقات می کند و به کتابدار مدرسه آنا دیلون معرفی می شود. آنها گفتگوی کوتاه اما مهمی دارند. شرمن توضیح می دهد که باند کد چقدر خطرناک است و چگونه از طریق ترس کنترل مدرسه را به دست گرفتند. آنا اضافه می کند که معتقد است باند ممکن است پشت حمله به جین باشد. Juan Lacus? Yeah, he's the leader of the KOD.
او حتی اشاره می کند که مدیر رول ممکن است با باند همکاری کند، اگرچه شرمن از رول دفاع می کند و می گوید او قبلا افسر پلیس بوده و چنین کارهایی نمی کند. با وجود دفاع شرمن، اسمیت به رول مشکوک می شود. در گفتگوی خصوصی با مدیر، اسمیت متوجه چیزهای غیرعادی می شود، مانند ساعت طلایی گران قیمتی که رول به دست دارد که با حقوق یک مدیر مدرسه همخوانی ندارد. گفتگوی آنها به نبردی آرام از هوش تبدیل می شود. هر مرد سعی می کند با اظهار نظرهای محتاطانه برای دیدن واکنش طرف مقابل دیگری را آزمایش کند. در آخر اسمیت می پرسد آیا کلود از پوشیدن آن ساعت اینجا نمی ترسه؟ اما کلود با نشان دادن اینکه چگونه بر دانش آموزان تسلط برقرار کرده حرفش را ثابت می کند. This watch was a gift from the Junior League. Anyone trying to take this watch is going to have to take this off. Give a little demonstration. جلسه با اشاره رول به اینکه قدرت مهمتر از عدالت است پایان می‌یابد که فقط شک اسمیت را عمیق‌تر می‌کند. آن شب اسمیت دوباره با تیم نظامیش ارتباط برقرار می‌کند و برنامه جدید برای مشاهده مخفیانه مدرسه ترسیم می‌کند. آنها دوربین‌هایی نصب خواهند کرد و حرکات اعضای کودی را تماشا خواهند کرد تا شواهد واقعی جمع‌آوری کنند. برخی از اعضای تیم ابتدا متردد هستند، اما در نهایت اکثر آنها موافقت می‌کنند که کمک کنند. روز بعد در کلاس اسمیت درسی درباره جنگ ویتنام شروع می‌کند. وقتی پشتش را برای نوشتن روی تخته می‌کند، دانش آموزی به نام تی قوطی سودای له شده‌ای به سمت او پرتاب می‌کند. با واکنش‌های سریع رعدآسا، اسمیت قوطی را در هوا می‌گیرد و آن را به سمت پیشانی تی پرتاب می‌کند. دانش آموزان شگفت زده می شوند. تی بلند می شود، آماده دعوا با تشویق همکلاسی‌هایش. اما اسمیت به راحتی از خود دفاع می کند. او بازوی تی را می پیچاند و او را بدون استفاده از نیروی بیش از حد مهار می کند. سپس اسمیت به سمت دانش آموز دیگری به نام رودریگز می رود. او قبلا متوجه شده بود که رودریگز یک یخشکن تیز حمل می کند. او با آرامش از او می‌خواهد که آن را تحویل دهد. وقتی رودریگز امتناع می‌کند، اسمیت دست او را می‌گیرد و انگشتانش را فقط به اندازه‌ای می‌پیچاند که سلاح را رها کند. این پیام روشنی به بقیه کلاس می‌فرستد. او معلمی نیست که بشه باهاش شوخی کرد. از آن لحظه به بعد کلاس ساکت می‌شود. You with me and you will suffer my wrath. اسمیت کنترل را به دست می گیرد و شروع به تدریس می کند. احترام آنها را به دست می آورد. تی و رودریگز بعداً به پرستاری می روند و آنچه اتفاق افتاده را به مدیر گزارش می دهند. رول به سرعت نگهبان امنیتی مدرسه ماروین را به کلاس اسمیت می فرستد. اما وقتی ماروین می رسد، چیزی غیر منتظره می بیند. کلاس ساکت است. دانش آموزان با دقت به درس گوش می دهند. ماروین گیج می شود و با این خبر به رول باز می گردد. متعجب از این تغییر، رول تصمیم می‌گیرد فعلاً از هر گونه تنبیهی خودداری کند و منتظر پایان کلاس می‌ماند تا اقدامات بعدی را انجام دهد. با ادامه جلسه کلاس، جو متشنج می‌شود. لاکوسته، رهبر بادنام باند کد، سعی می‌کند اسمیت را عصبانی کند. او با لحنی تمسخرآمیز به جلو خم می‌شود و می‌پرسد آیا اسمیت قبلاً تیر خورده است یا نه؟ این سوال برای ترساندن است، اما اسمیت آرام و بی تزلزل باقی میماند. بعداً همان روز اسمیت از طریق دوربین‌های امنیتی مخفی که قبلاً توسط همتیمیش اسکیتس نصب شده بود، مدرسه را زیر نظر دارد و به دقت مانیتورها را تماشا می‌کند و می‌بیند که مدیر با قصد شومی به سمت کلاس او می‌رود. با واکنش سریع، اسمیت همه چیز را مرتب می‌کند تا عادی به نظر برسد. وقتی رول وارد کلاس می‌شود، فوراً موضوع جدی را مطرح می‌کند که برخی دانش آموزان قصد دارند علیه اسمیت شکایت کنند. رول از اسمیت می‌خواهد عذرخواهی کند تا از اخراج شدن جلوگیری شود، اما اسمیت که به خوبی با پروتکل‌های قانونی آشنا است، اشاره می‌کند که بدون رعایت مراحل مناسب نمی‌توان او را اخراج کرد. او به رول یادآوری می‌کند که اخراج یک معلم حداقل 2 هفته نیاز دارد. این موضوع رول را ناراحت می‌کند که انتظار مقاومت نداشت. On the other hand,
I want to be fair. You go ahead and take your 2 weeks. با مشکوک شدن به اعتماد به نفس و خونسردی اسمیت، رول تصمیم میگیرد پیشینه او را بررسی کند. او دستور تحقیق کامل درباره مدارک اسمیت را میدهد. با این حال آنچه او پیدا میکند اسناد جعلی و سوابق نادرستی است که به طور عمدی توسط اسمیت و تیمش به عنوان بخشی از عملیات مخفی عمیقشان کاشته شده است. بعداً اسمیت جین را به خانه میبرد. وقتی او وارد خانه‌اش میشود، نامه صمیمانه از برخی از دانش آموزانش پیدا می کند. نامه قدردانی و نگرانی آنها را برای سلامتی او بیان می کند. متأثر از این حرکت، جین شروع به گریه می کند. اسمیت سعی می کند او را آرام کند، اما احساساتشان بالا می گیرد و منجر به بحث کوچکی می شود. با وجود تنش، هر دوی آنها عمیقاً به یکدیگر و مأموریتی که متعهد به آن شده‌اند اهمیت می دهند. صبح روز بعد اسمیت دوباره به کلاس باز می‌گردد، آماده تدریس. خوان لوکاس و گروه دردسرسازانش دیر وارد می‌شوند. واضحاً سعی دارند او را تحریک کنند. You're late, Juan. That'll be 1 demerit. اسمیت به تأخیر خوان اشاره می کند و او را جلوی کلاس صدا می زند. خوان که سعی دارد طعنه‌آمیز باشد می پرسد آیا باید کلمه متاسفم را 10 بار روی تخته بنویسد. اسمیت شرط را بالا می برد و از او می خواهد 100 بار بنویسد. با درک اینکه نمی تواند به طور علنی معلم را بدون دردسر بیشتر سرپیچی کند. خوان موافقت می کند، اما نه قبل از اینکه تهدیدی به سمت اسمیت پرتاب کند. اسمیت که اصلاً ترسی در وجودش نیست، با شروع یک گفتگوی عمیق و معنادار در کلاس حال و هوا را تغییر می دهد. او از نام ژروم، یک دانش آموز استفاده می کند تا گفتگویی را جرقه بزند که به درسی قدرمند تبدیل می شود. او از آنها درباره آیندهشان، اهدافشان و پیامدهای اقدامات فعلیشان سوال می کند. به آرامی دانش آموزان شروع به مشارکت می کنند. نگرش‌های دفاعی آنها کم رنگ می شود وقتی متوجه می شوند اسمیت سعی دارد آنها را به فکر کردن فراتر از خیابانها وادارد. گفتگو احساسی و روشنگر می شود و دانش آموزان را مجبور می کند به حقایق سخت روبرو شوند. پس از پایان درس، مدیر به طور غیرمنتظره دوباره ظاهر می شود. این بار او از اسمیت برای نحو برخوردش با خوان تعریف می کند. رول به نظر تحت تأثیر قرار گرفته که اسمیت توانسته بدون توسل به خشونت کنترل را حفظ کند. او اسمیت را دعوت می کند تا بعداً با او ملاقات کند. Come by my office after the faculty meeting. We'll talk. Okay? این برای اسمیت عجیب بود، اما رول نقشه‌های دیگری دارد. همان روز او مخفیانه با خوان ملاقات می کند تا ترتیب قتل اسمیت را بدهد. آنها معتقدند وقت آن است که برای همیشه از شر او خلاص شوند. خوشبختانه اسمیت از قبل یک قدم جلوتر است. او دیدار آنها را از طریق دوربین‌های نظارتی تماشا می کند و بر این اساس آماده می شود. با غروب خورشید اسمیت برای کمین احتمالی آماده می شود. با پوشیدن جلیقه ضد گلوله و انتخاب نقطه استراتژیک در کتابخانه مدرسه، او بی صدا منتظر می ماند. خوان و گروهی از اوباش مسلح که توسط رول استخدام شده اند به کتابخانه هجوم می برند. درگیری خشونت‌آمیزی رخ می‌دهد. اسمیت با استفاده از مهارت‌های نظامی‌اش به شدت مبارزه می‌کند. یکی یکی او مهاجمان را از پا در می‌آورد، آنها را مغلوب می‌کند و آنها را از پنجره کتابخانه بیرون می‌اندازد. وقتی نوبت به خوان رسید که ضربه‌ای دریافت کند، یکی از اعضای باند اسلحه اسمیت را برمی‌دارد و درست به سمت او شلیک می‌کند. خوان از اینکه نجات پیدا کرده دستور می‌دهد کتابدار را بکشند و راهشان را جدا کنند. وقتی مهاجمان فکر کردند او را کسته‌اند و به سمت زن حرکت کردند، اسمیت نشان می‌دهد که هنوز زنده است. اسمیت او را از پنجره به سمت دوستانش پرتاب می‌کند و خوان از قدرت اسمیت شگفت زده و مبهوت می‌شود. بعداً رول در حال خروج از ساختمان است که با اسمیت روبرو می شود که آرام و خونسرد به نظر می رسد. متعجب و گیج، رول سعی می کند شوکش را پنهان کند. اسمیت هم نقش بازی می کند و وانمود می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده و به طور اتفاقی از رول می پرسد که قرار بود جلسه درباره چه باشد. رول که غافلگیر شده زیر لب می گوید که خیلی دیر شده و این دو بدون افشای حقیقت از هم جدا می شوند.
در جای دیگر آقای شرمن به خانه جین سر می‌زند. شرمن او را دلداری می‌دهد و زمانی را صرف صحبت می‌کند. در طول گفتگو شرمن شروع به درک چیزی می‌کند. بر اساس آنچه می‌داند و دیده، او شروع به شک می‌کند که اسمیت ممکن است در واقع شیل، همسر جین و یک سرباز سابق باشد. با کنار هم قرار گرفتن سرنخ‌ها، او همه چیز را کنار می‌گذارد. در همین حال، همتیمی اسمیت، جویی، به نظارت بر حرکات باند ادامه می‌دهد. او خوان را دنبال می‌کند و در نهایت پیامی برای اسمیت با جزئیات محل اقامتش می‌گذارد. Wellman, it's Joey. They're switching cars. بعداً همان حصر اسمیت به خانه باز می‌گردد. جین که هنوز از نظر احساسی متزلزل است با او روبرو می‌شود. او هویت مخفی او را کشف کرده و می‌داند هدف واقعی او در مدرسه چیست. جین به او می‌گوید که همه چیز را از شرمن فهمیده است. اسمیت این را انکار نمی‌کند. در عوض تمام حقیقت را بیان می‌کند. او توضیح می‌دهد که معتقد است رول با باند کاد همکاری می‌کند و او مصمم به سرنگونی آنهاست. برای محافظت از دانش آموزان و بازگرداندن مدرسه، تیم به نظارت بر باند ادامه می‌دهد. یک روز جویی با اسمیت تماس می‌گیرد و به او می‌گوید که به مکانی نزدیک بندر برود. او معتقد است که یک معامله بزرگ مواد مخدر در شرف وقوع است. اسمیت می‌رسد و با هم مذاکره کاد با خریداران را مشاهده می‌کنند. وقتی معامله تایید می‌شود، اسمیت و جویی حمله غافلگیرانه انجام می‌دهند. Get on the ground, on your faces, arms out of your sides. Let's go! اسمیت روی اعضای باند کنترل دارد، در حالی که جویی خریداران را روی قایق مدیریت می کند. در میان هرج و مرج، یکی از همتیمی اسمیت، خال، که قبلاً با معاملت مخالفت کرده بود، به مرد دیگری به نام بول دستور می دهد اسمیت را از پا درآورد. یک درگیری وحشیانه بین بول و اسمیت رخ می دهد. واقعاً درگیری شدید است و هر دو مرد که ضربه های سنگینی رد و بدل می کنند. سرانجام اسمیت بول را ناکاوت می کند. با دیدن عزم اسمیت، همتیمی مخالف نظرش را تغییر می دهد و تصمیم می گیرد کمک کند. با هم آنها بول را شکست می دهند، پول مواد مخدر را ضبط می کنند و مواد باقی مانده را به اقیانوس می اندازند. I knew you'd come back. Yeah, wouldn't miss it for the world. صبح روز بعد، رول گزارش خبری درباره دستگیری مواد مخدر تماشا می کند. در حالی که آنچه اتفاق افتاده را پردازش می کند، تماسی تهدیدآمیز از رئیس مواد مخدر دریافت می کند. رئیس مواد خشمگین به خاطر از دست دادن پول و محصول خواستار بازپرداخت می شود. رول وحشت زده به مدرسه می شتابد و با خوان روبرو می شود. اما در طول گفتگو او متوجه می شود که اسمیت پشت همه چیز است. اسمیت این را پنهان نمی کند. او با اطمینان اعلام می کند که پول به دست آمده از دستگیری مواد مخدر برای بهبود امکانات مدرسه و خرید پیتزای رایگان استفاده شده است. در حالی که او خبر خوب را اعلام می کند، کلود به سمت او می شتابد و فوراً او را اخراج می کند. You don't teach history anymore, Smith. You are history. با این حال اقدامات اسمیت تحسین دیگران را برمی‌انگیزد، از جمله دانش آموزان و آقای شرمن که حالا کاملاً از مأموریت اسمیت حمایت می‌کند. شرمن پیشنهاد می‌دهد که می‌خواهد مستقیما کمک کند، اما اسمیت به او هشدار می‌دهد که محتاط باشد، به خصوص چون رول ممکن است با دشمن همکاری کند. شرمن می‌خواهد به بیگناهی رول باور داشته باشد، اما قضاوتش با وفاداری و اعتماد مختل شده است. بعداً همان شب اسمیت بار دیگر هدف حمله خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد. اعضای باند مرتبط با KOD و همچنین متحدان فاسدشان به شدت تلاش می‌کنند او را حذف کنند، زیرا عملیات مخفی او فعالیت‌های غیرقانونی آنها را افشا می‌کند. در تاریکی اسمیت به سختی از یک تلاش برای ترور برنامه‌ریزی شده جان سالم می‌درد. شلیک‌های گلوله به صدا در می‌آید و ماشین اسمیت به خانه نزدیک منحرف می‌شود. اما آموزش نظامی و واکنش‌های سریع او به او کمک می‌کند از آسیب جدی جلوگیری کند. در همان زمان آقای شرمن، معلم دیگری که از اسمیت حمایت می‌کند و علیه باند کار می‌کند، درگیر معاملات جنایی خطرناکی می‌شود.
در زیرزمین مدرسه، شرمن سعی می‌کند شواهدی درباره عملیات غیرقانونی مواد مخدر باند و تأثیر آنها بر مدرسه جمع‌آوری کند. اما او توسط خوان و تالیس، جنایتکاران کلیدی باند که عمیقاً در تجارت مواد مخدر دخیل هستند، مورد حمله قرار می‌گیرد. به طور غم‌انگیزی، شرمن در این رویارویی کشته می شود و مدیر کسی است که این کار را با دستان خودش انجام داده است. Smith is putting you away. Smith's dead, Darryl. Drive-by, very ugly. You're a liar. مرگ او ناگهانی و وحشیانه است و همه کسانی که او را می شناختند را تکان می دهد. خوشبختانه یک دانش آموز شاهد قتل است و بعداً آنچه دیده را به اشتراک می‌گذارد. اطلاعات حیاتی را به اسمیت و مقامات ارائه می‌دهد. صبح روز بعد خبر به سرعت در مدرسه و جامعه پخش می شود. رول، مدیر فاسد مدرسه که مخفیانه با KOD همکاری می کرد، شایعات نادرست پخش کرده بود که اسمیت مرده است. پس از حمله، بسیاری از معلمان و دانش آموزان برای مرگ فرضی او سوگواری می کنند و از آینده مدرسه می ترسند. Who died? You did, sir. با این حال به شگفتی همه، اسمیت زنده و سالم در مدرسه ظاهر می شود. بازگشت غیرمنتظره او باعث سردرگمی و ترس در میان کسانی می شود که در عملیات باند دخیل هستند. بقای اسمیت نشانه روشنی است که نیروهای فاسد به این راحتی پیروز نخواهند شد. با اوج گرفتن تنش‌ها، اسمیت با آقای ولفسون، عضو دیگری که مخفیانه از تجارت مواد مخدر توسط باند کد حمایت می‌کند، روبرو می‌شود. اسمیت ولفسون را درباره خیانتش و دخالتش در فعالیت‌های جنایی باند به چالش می‌کشد. رویارویی متشنج است و عمق فساد در رهبری مدرسه را آشکار می‌کند. Tell me about Glades and Rolay. God, I'm enjoying this. در همین حال، کد با حمله خشونت‌آمیز به خانه جین تلافی می‌کنند. اعضای باند پنجره‌ها را میشکنند، تهدید و فریاد میزنند و سعی می‌کنند جین را بترسانند. یک دانش آموز به خصوص که شاهد قتل شرمن بود، به دنبال اسمیت بود تا آنچه اتفاق افتاده را به او بگوید، بنابراین همراه با همکلاسیش به خانه او رفت. با این حال، خوان آنها را نیز به داخل خانه میبرد و دهانشان را با نوار میبندد، منتظر رسیدن اسمیت. اسمیت به موقع میرسد، اما باند هنوز نمیداند که او شیل است. آنها نادانسته او را راه میدهند، اما پس از چند حمله اولیه اش، او مغلوب آنها می شود. او نمی توانست کمک کند یا از صحنه فرار کند و خان با رؤسایش تماس می گیرد تا به آنها بگوید شیل و اسمیت دو روی یک سکه اند، یعنی یک نفر. رئیس وقتی این را می شنود به او دستور می دهد که او را برای همیشه تمام کند. این تلافی خشونت‌آمیز نشان می‌دهد که باند تا کجا حاضر است برای حفظ کنترل و ساکت کردن مخالفان پیش برود. کمی قبل از اینکه او بخواهد شلیک کند، خان صدای زنگ در را میشنود و به جین میگوید که به آن رسیدگی کند. صاحب خانه او بود و در حالی که جین او را متقاعد می‌کند که برد، شیل از فرصت استفاده می‌کند تا مرد کنارش را از پا زخمی کند. او اکثر آنها را از پا درآورد، اما نتوانست جین را نجات داد. هرج و مرج رخ می‌دهد و خان اسلحه را روی سر جین می‌گذارد. می‌گوید اسمیت باید اسلحه را زمین بگذارد اگر می‌خواهد او را نجات دهد. بدون شیل که چاره‌ای ندارد اسلحه را زمین می‌گذارد. اما دانش آموز پسر در زمان مناسب شلیک می کند و به خان ضربه می زند تا او را خلع سلاح کند. حالا که وحشت بزرگ آرام شده، اسمیت توجهش را به رئیس کلود رول معطوف می کند. داستان به سمت نبرد نهایی پیش می رود. در مدرسه، اسمیت و متحدانش آماده می شوند تا در تلاش و ناامیدانه برای بازپسگیری مدرسه با باند KOD روبرو شوند. مبارزه شدید و پرهرج و مرج است. کلاس‌ها تخریب می‌شوند، میزها واجگون می‌شوند و محیط یادگیری که زمانی آرام بود به منطقه جنگی تبدیل می‌شود. چندین نفر در درگیری خشونت‌آمیز کشته یا به شدت زخمی می‌شوند که پیامدهای خطرناک تأثیر باند را نشان می‌دهد. با وجود تخریب، اسمیت و تیمش با عزم و مهارت مبارزه می‌کنند.
آنها با هم کار می کنند تا تسلط باند بر مدرسه را از بین ببرند. اعضای کلیدی را موشکباران می کنند و قدرت آنها را افشا می کنند. برخی از اعضای تیم شیل نیز جان باختند. یکی با شلیک به سر توسط دشمن کشته شد و دیگری به دلیل موقعیت وخیمی که در آن قرار داشت خود را با دشمن منفجر کرد. شکار ادامه یافت، اما در یک نقطه رول از هر کجا که پنهان شده بود آمد و به هالند از پشت شلیک کرد. او و افرادش سپس مخفی شدند، منتظر ظاهر شدن اسمیت و کشتن او. سرانجام اسمیت با احتیاط آمد و قبل از اینکه خود را نشان دهد چراغ را خاموش کرد. نبردی بین این دو رخ می دهد و کلود به نظر عصبانی و ناامید می آید، در حالی که اسمیت ضربه های تاکتیکی به صورت او می زند. دشمن دیگر به شانه اسمیت شلیک کرد، اما او به زودی توسط هالند که به سختی زنده بود و در حال مرگ کشته شد. حالا که این دو مرد رو در رو هستند، نبرد نهایی است. مبارزه تن به تن ادامه یافت و پس از کشمکش زیاد، کلود اسلحه‌ای برداشت و به سمت شیل نشانه رفت. از او پرسید چرا این کار را می کند اگر برای پول نیست؟ شیل به او پاسخ داد و گفت برخی چیزها را نمی توان فقط آموخت و ضربه نهایی را به او زد که همانجا کارش را تمام کرد. سرانجام شیل از مدرسه بیرون آمد و جویی را زخمی اما زنده یافت. در پایان داستان تنها اسمیت و همتیمی مورد اعتمادش جویی پس از نبرد شدید زنده ماندند. حالا با شکسته شدن باند و حذف رهبران فاسد، مدرسه شروع به بهبوده می کند. دانش آموزان و کارکنان حالا به آرامی کنترل محیط خود را بازپس می گیرند و آن را به مکانی امن و برای یادگیری باز می گردانند.